توی سن 57 سالگی از همسرش جدا میشه و تصمیم میگیره زندگیشو خودش اداره کنه و دوچار مشکلاتی که حدسشو میزنی میشه. سلام، حالتون چطوره؟ امروز قراره راجع به سومین فیلم سهیل بیرقی یعنی عامه پسند صحبت کنیم. فیلمی که مثل فیلم من و عرق سرد، دوتا فیلم قبلی سهیل بیرقی درباره مشکلات زنان جامعه ماست. دیگه بستم، هرچی نشستم بسته، هرچی به شوهر و بچه سرویس دادم، الان فقط خودم. واقعا زن شجاعی هستی، خیلی زن قوی هستی، تو هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، فقط کافی اراده کنی. به خدا که میتونی. زن آدم حساب نمیکنن، بقیه تو رود میگن به به و چه میتونی، پای سرت حرف میزنن. این بار بیرقی رفته سراغ مشکلات زنانی که توی زندگی مشترکشون شکست خوردن و حالا تصمیم گرفتن مستقل و تنها زندگی کنن. این مسیر و مشکلاتش هسته اصلی داستان عامه پسنده. گذار شخصیت اصلی فیلم گذار از پیری به سمت جوونیه. همونطور که خونه قدیمی رو سعی داره با اسموتی و اسپرسو برای جوونا مهیا کنه و بساط شادی رو براشون آماده کنه. اون موقع که باید میومدی میدیدی مادرت اومده، کجا نیومدی ببینی من کجا کبابو میذارم. اون خیال میخوای بیا. جالب اینجاست موسیقی متن فیلم هم حاصل ترکیب سازهای شرقی و غربیه که باعث پررنگ‌تر شدن ترکیب دوگانه مدرنیته و سنت میشه. بیرقی توی فیلمهاش از جمله فیلم عامه پسند میل به ساده‌گرایی داره، اما برخلاف عرق سرد داستان غیر خطی رو برای عامه پسند انتخاب کرده. احتمالاً دلیلش هم ذهن درهم بهرهم شخصیت اصلی داستانه. بیرقی با ساختن سومین فیلمش داره از سمت سینمای داستانگو به سمت سینمای شخصیت محور حرکت میکنه. توی بعد دیگه این فیلم شاهد مشکلات و فشارهای جامعه و قوانین روی زنان جامعه هستیم. شما اینجایی نیستین نه؟ من تازه از تهران اومدم، قصه‌اش طولانیه. دیدین همه جاشو؟ کجاشو؟ توی اولین فیلم بیرقی یعنی من لیلا حاتمی و توی عرق سرد دومین فیلم بیرقی باران کوثری بازی کرده که هر کدوم نماینده زنان دهه 50 و 60 هستن و حالا توی فیلم سومش یعنی عامه پسند فاطمه معتمد آریا نماینده ای از زنان دهه 40 جامعه ما هستن. و از اون طرف اینکه هر سه تا فیلمی که ساخته درباره مشکلات زنان توی جامعه هستن باعث میشه تصورات به این سمت بره که شاید بیرقی میخواسته سگانه‌ای درباره مشکلات زنان جامعه ما درست کنه، اما خودش درباره این موضوع توضیح میده و میگه که کاملا اتفاقی و ناخودآگاهی اتفاق افتاده. خب برگردیم به عامه پسند. از دلایل خوب بودن این فیلم میشه تدوین قویش رو نام برد. شخصیت اصلی فیلم رو فاطمه معتمد آریا بازی کرده که یکی از متفاوت ترین نقش‌هاش رو ایفا کرده و اتفاقا درست و قابل تحسین بوده. از طرف دیگه هوتن شکیبا و باران کوثری خیلی خوب بازی کردن و فکر میکنم این دلایلی که گفتم میتونه دلیل خوبی برای خوب بودن عامه پسند باشه. پسر بزرگ داری، تازه طلاق گرفتی، هنوز هیچی نشد، یه مرد سر در آورد وسط زندگی. راضی ازم؟ باران کوثری نقش شخصیت افسانه رو بازی کرد، شخصیتی که راه رفتار و بقیه رو خیلی خوب بلده و توی کسب و کارش هم موفق. خلق این شخصیت میتونه این پیام رو به ما برسونه که با تمام مشکلاتی که هست میشه راه موفق بودن رو هم پیدا کرد. افسانه شیر خدایی درت بهت میگه بنویس. پس فردا چیزی بشه من چیکار کنم؟ چیزی بشه چیه؟ چی بشه؟ چطور میخواد بشه مثلا؟ دارید بهم برمیخورید؟ هوتن شکیبا نقش میلاد رو بازی میکنه که یه سری رفتارهای خاص داره. تا مربی یوگا هم هست و انقدری بی تربیته که کلاساشو مختلط برگزار میکنه. دیدی گفتم میتره کنیم، دیدی گفتم انجامش میدیم اینه. من اصلا باورم نمیشد اینقدر راحت جلو بره همه چی. دیدی همه انگوش به دهن بودن. افسانه رو دیدی؟ عالی بود. اصلا give me 5. بزن قدر. تا الان هرچی گفتیم از خوبی‌های عامه پسند بود، اما یه جای اوایل فیلم فهیمه تصمیم میگیره از تهران بره به شهر بچگیاش، شهری که اونجا نه والدینش زندگی میکنن نه ملکی داره
نه خیلی با فرهنگش آشناه، نه از دست کسی از تهران فرار میکنه بره اونجا. پس چرا داره میره؟ این دلیلش برای من نامشخصه. اما خب میشه گفت اونجا دختر دوستش رو میشناسه، شاید رفته پیش اون، و از طرفی هم میشه این حرف رو زد که شاید از هزینه‌های بالای تهران فرار میکنه، یا نمیدونم شاید اونجا احساس راحتی بیشتری میکنه. هرچی هست این علت سفر کردن برای من خیلی گنگه. شخصیت افسانه رو اگر بیشتر روش دقت کنید انگار تکراریه. شخصیت یه دختره که خیلی بازاری و به کسی باج نمیده و نمیترسه و نمیدونم، احساس میکنم یه چی دیدم این شخصیت میلادم یه پسریه که گرایش جنسی خاصی داره، مربی یوگاه، چون کلاسای مختلط میذاره مردم خب دید خوبی بهش ندارن و حالا سعی داره با فهیمه ارتباط بگیره. دو تا اتفاق میفته. اینکه اصلا چرا باید گرایش جنسی خاص داشته باشه؟ چه کمکی به داستان میکنه این اتفاق؟ و از اون طرف انگیزش برای ایجاد ارتباط با فهیمه و رفتارهایی که با فهیمه میکنه اصلا مشخص نیست. خونه زندگی تو برده بیا همینجا. دادی شوگر دادی؟ این شهر چیزا راست نیست. تو میخواد بشه مثلا چجوری این پولا رو پارو کنی؟ از همینجا شروع میشه دیگه. دیدین همه جاشو؟ کجاشو؟ این روزا عامه پسند توی اکران آنلاینه، اما مثل اینکه توی سال 98 توی مشهد قرار بود اکران بشه که اجازه ندادن این اتفاق بیفته. و بیرقی در واکنش به این اتفاق گفته که اون کسی که این فیلمو ندیده چجوری میتونه اجازه نده بقیه هم نبینن. ایمان بود که بهت گفتم. مثلا من نمیگفت میلاد، میگفت میلو. من خوشم میاد. داستان عامه پسند سعی داره بگه که بلاهایی که سر فهیمه میان تقصیر جامعه است، اما با دیدن فیلم ممکنه اینطور برداشت بشه که یه بخشیش، که شاید هم یه بخش بزرگیش تقصیر خودش و ندونستنش. اما اگر توی داستان عمیق تر بشیم میشه این ندونستن و بی تجربگی رو حاصل فشارها و عرف جامعه دونست. چون فهیمه زنیه که 28 سال توی خونه بوده و فقط کار خونه داری کرده. در کل فیلم عامه پسند رو میشه دید. به نظرم خوبی‌هاش هم بزرگه هم بیشتر از بدی‌هاشه. اگر شما هم فیلم عامه پسند رو دیدید ممنون میشم که کامنت بذارید و نظراتتون رو بهم بگید. لایک و ساب یادتون نره. ممنونم که سینما آیلند رو تماشا میکنید. بدرود.